الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. ان شاء الله سبحانه و تعالی این سلسله جوابهای ما به مبشر مسلمیار است در مسئله العذر بالجهل و البته این جواب به یک چند شبهات و خطا و غلط فهمی ها و حجت های باطل آوردن این انسان است که در بگیم قسم پنجمی جواب های ماست. از اون صحبت هایی که مبشر مسلمیار کرده یک قسمی رو من به شما میگذارم و بعد از این صحبت رو ادامه میدهیم. بارک الله فیکم. بسیار واضح و یک کار گزینه منهج سلف میگن و این در اتباع نفهم قرآن و سنت میگن، این در نفهم عقیده اهل سنت میگن، در حالی که من امروز با یک برادر صحبت کردم، بعد از اون همه گفتم، من گفت استاد در این مورد صحبت بکنید که بسیار یک وضعیت عجیب در بین برادران تاجیک آمده، یکی مثلا تکفیر میکنه، دیگه‌اش باز دیگه‌اش با او مخالفت میکنه، اون نفری که به اصطلاح تا تکفیر نکرده او را خودش باز تکفیر میکنن، چرا تا تکفیر نکرد؟ به خاطر که تو گویا مشرک تکفیر مشرک نمیدونی، تو کافر شدی و اون نفر تو را مشرک نمیدونه. این نمیشه یک سلسله. من گفتم تنها همین کار از او کافی است که آدم بطلان همی عقیده یک نفر را که در همین انحراف واقع شده را بفهمه. الله المستعان. معنای سخن این صحبت کننده رو فهمیدید که مقصدش همین است که یعنی منهج اهل سنت و الجماعت رو باطل میگرد، منهج اهل سنت رو منهج خوارجی و غلو کرده و تکفیری میگرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک تاجیک به این زنگ زده، تماس گرفته و به او گفته است که در بین تاجیک ها یک حالت بیزیب شده است، فتنه هست و همدیگر رو تکفیر میکنند و کسی که مشرک رو مشرک نگوید او رو مشرک میگویند و این چنین مسائل ها. و از همین جهت مبشر میگوید که البته این میگد باطل است و همین خودش معلوم است، یعنی کسی که مشرک نگوید او را مشرک گفتن، همین خودش بسنده است که این منهج باطل است. میگد اعوذ بالله من ذلک. اولا ما به مبشر مسلمیار میگوییم ای خردمند، ای دعوا کننده حکمت، کجا شد حکمتی که تو امروز دعوا میکردی؟ نخود با یک نقل یک انسان بیایی هجوم به اهل سنت بکنی. نه، تو درد دیرینه در قلب داری. همه اهل بدعت به اهل سنت درد دارند، وقتی که وقت مناسب شد یک بار قلبشون این دردشون رو بیرون میکند. البته مبشر مسلمیار که 5-6 ماه پیش قطعی من صحبت کرده و من به اون حجت رو رسانیده بودم و او به من هیچ حجتی نآورده، شاید در مدت 5-6 ماه حجت گفته به همه این باطلات رو جمع کرده است، خودش نسبت ما کمی بدبینی و بغض رو داشت. ما به او با تمام آداب و اخلاق صحبت کرده بودیم، لیکن اینها البته کمی کبر و غرور و بعد از این ناراحت بود که چرا من بزرگوار رو مجبور به دلیل میکنی، تو باید سخن مرا همچو قبول بکنی. همچنین معامله کرده بود. وقتی که در بالای این دردش یک توجیه بر اومد و باز این سخن رو گفت، یک باره باز یعنی به گمراه گفتن و به خوارج گفتن اهل سنت و الجماعت شروع کرد. ما میگیم که هیچ اختلافی در بین تاجیکای اهل سنت وجود ندارد. اختلاف بین اهل سنت و بین قبوری های صوفی وجود دارد. اختلاف بین اهل سنت و بین حزبی های این مشرکینی که دموکراتی هستند بین اینها وجود دارد و به اختلاف اهل سنت و بین مدخلی های طاغوت پرست وجود دارد. تو کدام از اینها رو گوش کردی؟ شاید به تو حزبی ها برآمده باشند، زیرا که حزبی ها تا امروز بین من و بین بسیار از انسان ها فتنه انداختند، خطا خبر دادند، دروغ گفتند و تهمت کردند. حتی به کافرها دروغ گفتند و ما رو تهمت کردند و حتی به بعضی از علما دروغ گفتند. اگر حزبی گفته باشد باطل است، یا که به تو یگان مدخلی گفت، زیرا که ما در آوان اخیر در وقتهای اخیر مدخلی ها رو تاجیکا چگونه که میگن قبرشان رو میکنیم و بالاخره مدخلی ها رو مجبور کردیم که مدخلی ها خودشان قبر خودشان رو به دست کنند، زیرا که هر یک سخنی که میگن سخنشون جاهلانه است و ضربه به خود اونها رفته است. و البته اینها که همه تاجیکستان رو به طاغوت پرستی دعوت کرده بودند، اینها هم که شکست‌های شدید خوردن، شاید اینها فتنه رو شروع کرده و به تو این نقل ها رو رسانیده باشند. چرا که ما در اینستاگرام و یوتیوب و همه جا دیده ایستادیم که همون محمد شریف و برادرش که این طاغوت پرستا بود،
که خود تو ای مبشر مسلمیان رو اینها سخنهای قبیح و دشنام میدهد، انا همینها باز در همین مسئله عذرالمشرک سخنهای تو رو پهن کرده و به تو سخن کرده و این رو به ما رسانده و همچنین دارد. یعنی در بین ما و تو مدخلی ها و صوفی های قبوری وجود دارد. احتیاط باش. اشعری ها در بین ما و تو و البته مطردی ها در بین ما و تو است که از این قصه و از این حادثه بسیار دروغ رو به تو میرسانند. من با تو در تلگرام پیوست هستم. چرا چندین بار من گفتم که بیا هم دیگر همراه صحبت کنیم، خواهی در بین مردم، خواهی تنها به تنها، بیا صحبت بکنیم. میگویی من به تو وقت ندارم. من به هر کس صحبت کردم وقت ندارم. من یک طالب علم تو رو میگم که بیا صحبت کنیم، تو میگویی هر کس هستی تو. اما به یک مجهول الحال، به یک گمنام صحبت میکنی و صحبت او رو حجت میگیری و میاری جماعت اهل سنت رو نش میزنی، منهج اهل سنت رو منهج خوارجی میگویی. آیا همین از حکمت است، از عقل است، از عالمی است، از دعوتگری است، از چی است؟ از یگونتی از اینا نیست. این از بی عقلی است، از بی حکمتی است، از بی غیرتی است، از بی عقیدگی است، از دور بودن از منهج اهل سنت و جماعت است. اما در مسئله عذرالمشرک ما با زبان پر بی یگان خفیگی میگیم. هر کسی که دیده و دانسته و فهمیده مشرک را مشرک نگوید، مشرک است. انا این منهج اهل سنت و جماعت است. و اما کسی که از سبب جهل، از سبب جاهلی نفهمیده قرآن و سنت حجت ها رو در این باب نفهمیده باشد و مشرک را مشرک نگوید، به او حجت میرسونیم و بعد از حجت رسیدن و بعد از اینکه فهمید بعد تکفیر میکنیم. این سخن رو ابن باز میگه و این سخن رو از علمای حاضره بگویم علی ابن خضر الخضر میگه و این سخن اجماع علما است. شیخ غدیان میگه، شیخ صالح الفوزان میگه، شیخ بارک الله فیکم عبدالله جربو میگه و شیخ فولیجی که امروز به تاجیکا بیند معروف است و به زبان روسا معروف است میگه. به شما بکی رو بیاریم. البته علمای نجد همه میگن. من اکتفا کردم به نامهای علما گفتن رو و برادران تاجیک رو دعوت میکنم که همه این علمایی که من گفتم سخنانشون رو گوش بکنن که کسی که دیده و دانسته مشرک رو عذر میدهد حکمش چیست؟ مشرک است. و کسی که بیاید و همین منهج رو منهج خوارجی بگوید حکمش چیست؟ محمد عبدالوهاب رحمه الله میگن که این هم البته به کفر واقع شده، زیرا که منهج اهل سنت و جماعت رو منهج سلف صالح رو خوارجی گفتن این کفر است. شیخ محمد ابن عبدالوهاب در این مسئله میگن که بیاید اولا سخن سلیمان السحمون که آشکار و واضح تر است میگن که فمن لم يكفر المشركين من دولة تركيا وعباد القبور كأهل مكة وغيرهم ممن عبدوا الصالحين وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدع فهو كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. یعنی هر کسی که تکفیر نکند مشرکایی که از دولت ترکیه هستند، یعنی کسایی که مسلمان میگند لیکن صوفی قبوری مشرک هستند، از عباد القبور هستند، به مانند اهل مکه میگند که اهل مکه، به مانند اهل مکه که در همون زمان قدیم بودند، اینها بگیم یعنی در 300-400 سال پیش به نوعیت صوفی های قبوری در اینجا زیاد شده بود که اینها صالحین پرست شده بودند، قبر پرست شده بودند، توحید رو به شرک آمیخته کردند و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله به بدعت. و اینها هر کسی که اینها تکفیر نکند، همین صوفی قبوری غلات، این خودش کفر است. اگرچه این آدمی که مشرک کافر نگفت اسلام دوست دارد و مشرکای بد بیند و دینی مشرکای بد بیند، مسلمان های دوست دارد، اما مشرکی صوفی های قبوری مشرک نگوید، خودش مشرک است. چرا؟ فإن الذي لا يكفر المشركين مكذب بالقرآن. هر کسی که مشرک رو تکفیر نکند این قرآن رو دروغ شمرده است. چرا؟ زیرا که فإنه قد كفر المشركين وأمر بتكفيرهم، زیرا که قرآن به تحقیق امر کرده است به تکفیر مشرکین و مشرکان رو تکفیر کرده است. قرآن مشرکان رو تکفیر کرده و امر به تکفیر مشرکین کرده. این سخن من است، ابو محمد مدنی، یا سخن شیخ سلیمان السحمون است، یا سخن علمای نجد است. علما میگن من لم يعرف كفر دولة ترکیه فما عرف لا اله الا الله. کسی که کفر دولت ترکیه و همون عباد القبور که در اینجا هستند نداند، لا اله الا الله نداند. نظر کنید به کتاب الدر السنه فی الاجوبه النجدیه، صفحه بگم مجله دهم، صفحه بارك الله فيكم 429. شیخ محمد بن عبدالوهاب میگن فاذا كان الصحابه قتلوا المرأة التي
هي من بنت الصحابة وذلك لما امتنعت من تكفير زوجها فكيف بمن لم يكفر البدو مع اقراره بحالهم. سبحان الله. اگر میگویند صحابه ها یک زنی که دختری صحابه بود، تابعین بود، یعنی پدرش صحابه بود، انا همون زن رو تکفیر کرده باشند و به قتل رسانیده باشند به خاطر این که شوهرش کافر شده بود و همین شوهری کافر شدهش رو کافر نگفت و تکفیر نکرد، پس چی برسد به یک آدمی که بدوی ها رو، یعنی آدمای جاهلی که به شرک واقع شده است، یک جماعت اینها رو تکفیر نکرد؟ یعنی کسی که بدوی ها رو، بادیانشین ها رو که خودشان رو به اسلام نسبت میدهند و به شرک واقع شدن، اینها رو تکفیر نکند در حالتی که حالت اونها رو، شرک اونها رو میداند، از این زن دیده بدترتر است. این زن رو صحابه تکفیر کردن. پس این آدمی که مشرکا رو که از بادیانشین است و به شرک واقع شده است خود رو مسلمان میگه تکفیر نکرد، خودش هم کافر است میگه. و در آخر میگن که فكيف بمن زعم انه من اهل الاسلام ومن كفرهم هو کافر. و چی برسد به کسی که بیاید و بگوید که این مشرک مسلمان است و مشرکا رو دفاع کند؟ هر کسی که مشرک رو مشرک گوید او رو کافر بگوید، حال این باز سخت‌تر است، باز کافر است. نظر بکنید به مختصر سیر صفحه 34. یعنی کسی که مشرک رو دیده و دانسته مشرک نگوید مشرک است، اما از سبب جهل باشد، آدمی که قرآن نرسیده، حجت نرسیده باشد، به این اول فهمونیده بعد تکفیر کرده میشه. همه علمایی که اینها میگن که ابو محمد فلان عالم یا این منهج اهل سنت را عالم ها را، این تهمت است. ما نام عالم را نگرفتیم و همه عالم هایی که شما میگید که اینها به جهل عذر دادن، این همش تهمت است و بهتان است. زیرا که شما به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگید که رسول الله صحابگان را که به شرک اکبر واقع شده بودند عذر داده بودند. شما میتوانید مرا حتی بگید که اعوذ بالله صحابگان را، یا که حتی در حق پیامبر صحبت کرد بگید. این تهمت است. شما ای مرجئه ها میگویید یا که انا من مبشر مسلمیان در دوام سخنش میگه که حدیث ذات انوات حجت بر جهل عذر است میگه. یعنی حجت است که همین جهل عذر است. زیرا که میگه صحابگان به شرک اکبر واقع شدند، پیامبر یعنی عذر به اونها دادند و بعد از این میگه که شما عذری ها به پیامبر هم عذر المشرک رو تکفیر کنید، پیامبر رو هم از این مورد که تکفیر کردید میگه. اعوذ بالله. در مسئله حکم خیلی که مدخلی ها حضرت یوسف علیه السلام رو میگن که یوسف علیه السلام حکم به غیر حکم الله کرد اما کافر نشد. اعوذ بالله. به خاطر دفاع کردن منهج باطل خود پیامبرها رو طعنه میزنند، صحابگان رو طعنه میزنند. صحابگان رو میگن که مشرک رو مشرک نگفت، علما رو میگن که مشرک رو مشرک نگفت. و بعد از این که ما اثبات میکنیم که قرآن و سنت و البته پیامبر و صحابگان و علما مشرک رو مشرک میگفتند، ما رو میگن که شما خوارج هستید. و وقتی که ما اثبات کردیم که عذر المشرک دیده و دانسته عذر تیاد مشرک است، میگن که شما همه رو، علما رو، صحابگان رو، سلف رو، همه رو تکفیر کردید میگن. این تهمت است. علمایی که شما میگوید یگان نفرشون مشرک رو عذر ندادن، شما سخن علما رو نفهمیدید. و البته در مسئله ابن تیمیه ما سخن میکنیم، ابن قیم و غیره، ابن تیمیه، ابن القیم، محمد ابن عبدالوهاب و دیگر علمایی که شما ابن عثیمین و سلیمان الالوان و دیگر علمانی که نامش رو میبرید، شما دروغ میگید، شما تهمت میکنید، شما سخنهای اونها رو نفهمیدید. و بعضی از این علما دو سخن دارند. ابن عثیمین سخن آخرنشون رو ببینید که چی میگن. در نزد ما وجود دارد، میگن مشرک است کسی که به سبب جهل هم به شرک مشرک است. سخن سلیمان علوان قدیمش رو بعضی ها میبرن که سلیمان علوان عذر داده است. ما میگیم که این باطل است، زیرا که شاگرد سلیمان علوان ترک البن علی ذکر میکند که سلیمان علوان در این سخن در آخر نبود، وقتی که آخرین بار از ترمه برآمده بود، آخرین بار 2016 17 والله اعلم، وقتی که برآمدن به شاگرداشون صحبت کردن و فهمیدن که کسی که به جهل شرک اکبر رو کرده باشد هم مشرک است. و در این مسئله مقاله وجود دارد در نزد ما میگیم که این علما عذر ندادند. سبحان الله. پس یگان مشکلی وجود ندارد. همه علما اجماع کردند که کسی که به شرک اکبر واقع شده است مشرک است. اگر شما همون علمای صوفی رو نبیارید یا علمای اشعری رو نبیارید یا رافضه رو نبیارید، دیگر هیچ کس رو آورده نمیتونید. و سخنهای علمایی که میبرید شما بازی میکنید، تهمت میکنید و دروغ میگید. و البته سخنهای اشعری، ماتریدی و فرقه های باطل و رافضه و صوفی در این مسئله قبول نیست. و خود مبشر بگیم مسلمیار در مسئله شرک که جاهل است، یعنی مشرک رو مسلمان میگه، در مسئله عذر المشرک با جاهل تر است. سبحان الله.
حضرت ابن تیمیه رحمه الله میگن که من سب الصحابه او احد منهم واقترن بسبه ان علی اله، هر کسی که صحابه رو دشنام بگید و بعد از این بو بگوید که علی اله است یا که نبی است یا که اون کسی رو اله بگوید یا قبر پرست و غیره شود یا جبرائیل رو خطا کرد بگوید، هیچ شک نیست که این کفر است. فلا شک فی کفر، این کفر است. بل لا شک فی کفر من توقف فی تکفیر، بلکه شک نیست که هر کسی که توقف از تکفیری انا همون آدم بکند این هم مشرک است. یعنی کسی که شرک رو کند مشرک است، کسی که مشرک رو دیده و دانسته مشرک نکند مشرک است. نظر بکنید به سورم المسلول. و در جای دیگر میگن که کفر هؤلاء در روز نصری لا اختلاف فی المسلمون، در روز نصری یعنی کفر بودنش به هیچ کسی اختلاف نمیکند. بل من شک فی کفرهم فهو کافر مثلهم، بلکه کسی که شک میکند در کفر بودن این جماعت های یکی از فرقه های رافضه خودش کفر است. میگن در مجموعه الفتاوا مجله 35 161 صفحه آمده است. ابن المقری در حق کسایی که غلات صوفی رو تکفیر نمیکنند میگوید من شک فی کفر الیهود و النصارى و طائفه ابن عربی کفر، هر کسی که شک کند در کفر یهود و نصارا و طائفه ابن عربی کفر است. ابو حاتم الرازی سلف این امت و ابو زرعه الرازی سلف این امت میگویند که هر کسی که من زعم ان القرآن مخلوق فهو کافر، هر کسی که دعوا کند که قرآن مخلوق است کافر است و این کفرش به الله است و کفر ینقل عن المله است. میگن ینقل عن المله، از ملت بیرون میکند، کفر عین است. و من شک فی کفره ممن یفهم فهو کافر، هر کسی که مسئله فهمیده و دیده و دانسته از عالم طالب علم همین آدم رو تکفیر نکنه خودش کفر است. نظر بکنید به کتاب شرح اصول اعتقاد اللالکی صفحه 321 و این چنین سخنهای علما بینت زیاد است، اما وقتی ما کوتاهی میکند. پس مبشری مسلمیار من دعوت میکنم که سخن علما رو، منهج علما رو بیاموز و بفهم. خودی مبشر مسلمیار در مسئله عذر المشرک حتی کسی که کفار اصلی رو تکفیر نکند حکمش چیست؟ مبشر مسلمیار جاهل است و از سبب جهل تردد دارد، زیرا که اصل شک و تردد اصلش جهل است. آدمی که جاهل است در یک مسئله تردد میکند. در مدت نیم ساعت در اول سخنش میگوید که کسی که جاهل باشد و یعنی یهود و نصارا رو تکفیر نکند او کافر نیست، و در بعد از نیم ساعت میگوید که کسی که یهود و نصارا رو جاهلانه باشد هم تکفیر نکند این چی است؟ این کفر است. میگوید بیاید سخنش رو من بگذارم. بسم الله. کفار اصلی اونا کسانی است که کفرشان ثابت است و اگر کسی کفار اصلی را علما تکفیر نکنه حجت برش تمام شده باشه خودش تکفیر میشه. کفار اصلی کفر است. میگوید یگان اختلاف نیست، کسی که علما یعنی جاهل نباشد، جاهل عذر است گفتنی گپ است، علما حجت قائم شدگی باشد و تکفیر نکند خودش کفر میشد. از این میبرد که یک آدمی که علم نداشتگی باشد و حجت قائم نشدگی باشد از سبب جهل یهود و نصارا رو کافر نگوید تکفیر نکند این مسلمان است. اما این سخن اولیش است. سخن دومیش رو الان میبینیم چی میگه. کمی صبر میکنیم. تکفیر کردن و مشرک دانستن مشرکای اصلی از اصل عقیده هست. کسی در این باب جهل و عذر نمیکنه و تکفیر کردن کفار اصلی اما تکفیر کردن. ببینید یک بار دیگر گوش میکنیم. تکفیر کردن کفار اصلی اصلی عقیده است میگه. در این مسئله جهل و نیست میگه. پس در سخن اولش میگه که علم داشته باشد و حجت قائم شده باشد. اینها کلمه هایی که استفاده میکنن شاید نمیفهمند از سبب جهل و بعد از این همین کلمه ها رو نفهمیده بعد از این در بالای همین کلمه دفاع عقیده باطل خود میکنن. آیا کلمه حجت رسیده باشد، کلمه علم داشته باشد رو میفهمی؟ در نزد اهل سنت و جماعت مفهوم المخالفه حجت است. یعنی وقتی که علم داشته باشد حجت رسیده باشد میگوی از این میبرد که جاهل باشد حجت نرسیده باشد و یهود و نصارا رو تکفیر نکند کافر نمیشود. اما در این سخنت گفته ایستاده بیاید تکفیر کردن و مشرک دانستن مشرکای اصلی از اصل عقیده هست. کسی در این باب جهل و عذر نمیکنه و تکفیر کردن کفار اصلی. پس اگر کسی در این مسئله جهل و عذر نداند چرا خودت در اول سخن گفتی که قاعده برآورده جهل و عذر بود؟ پس این دلالت به چی میکند؟ در همین سخن 77 دقیقه کرده است. در دقیقه های 5 و 6 اول یعنی عذر میدهد کسی که یهود و نصارا رو در حالت جهل تکفیر نکند و در دقیقه های 32 و 32 میباید جهل کسی که یهود و نصارا رو از سبب جهل تکفیر نکرده است عذر نمیدهد.
در نیم ساعت عقیده اینها تغییر می‌یابد. در یک جایی که شیشته است کتاب‌ها در پیشش شده، در نیم ساعت عقیده دیگر می‌شود. اما عقیده ما ثابت است. اون چیزی که ما 6 ماه پیش همراهش صحبت کرده بودیم و 10 سال پیش اگر درس کرده باشیم در این مسئله، حالا عقیده ما همین است. در این مسئله هیچ کسی تغییر نمی‌یابد و این مسئله تغییر نیابنده است و این مسئله دین همه رسولان بود و دین پیامبر بود و دین صحابگان و دین اهل سنت و جماعت تا امروز تغییر نمی‌یابد و این مسئله معروف است. اما در یک جای میگوید که اینها میگد تمام مسلمین رو بالعموم تکفیر میکنه. میگد اگر این سخنش رو پیدا کرده توانم برای اون که سخنش رو پیدا کردن که بسیار احمقانه متاسف در بین یک گروه شایع شده و با زیر منهج سلف میگن و این در اتباع نفهم قرآن هست یعنی بس خاطر از اینکه همین جوانایی که متاسفانه در باب تکفیر غلو میکنن هم عموم مردم تکفیر میکنن. ببینید عمومی مردم تکفیر میکنن. همین جوانایی که متاسفانه در باب تکفیر غلو میکنن هم عموم مردم تکفیر. این سخنش در حق ما است که گویا که ما غلو کردگیم در تکفیری عموم مردم تکفیر میکنیم. سبحان الله، تو گفته بودی که من دفاع نفس نمیکنم. این مگر دفاع نفس نیست؟ دروغ گفتن دفاع نفس نیست. ما میگیم کسی که در بحث علمی حجت نمیآورد، دروغ میگوید، تهمت میکند، این شکست است. برادران اهل سنت و جماعت، شما شاهد هستید که ما چندین بار در درس‌هایمان ده‌ها بار و صدها بار بیان کردیم که ما نباید عموم مردم را تکفیر بکنیم. این مذهب خوارج است. این مذهب غلو کرده های عادی نیست. این مذهب خوارج است. خوارج ها با من در همین مسئله چندین بار بحث کردند. خوارج ها مرا تکفیر میکنن که تو عموم مردم را تکفیر نکردی گفته. و چندین برادرای اهل توحید، صدها برادران اهل توحید توجیه میدونند که خوارج ها ما را تکفیر میکنند. و بسیار شب روز به من خوارج ها بحث میکنند، لیکن خوارج ها ضعیفتر از مرجئه هستند. خوارج ها ضعیفتر از مرجئه هستند. وقتی که به من بحث میکنند صداقی بحث نمیکنند، نویشند بعد از 2 دقیقه با او دلیل میکنند. از همین جهت ما وایها را پیشنهادش ما کرده نمیتونیم. لیکن درباره خوارج درس‌های زیاد داریم. ما میگوییم برادران عزیز، هر کسی که میگوید که مردمی که در این دولت‌های کفری زندگی میکنند و مردمی که عموم هستند اینها همه جاهلند، همه کافرند، همه مشرکند، این البته یکی از اصول خوارج است. کسی که این سخن میگه خوارج گفته میشه. اما ما براءت خود را اعلام میکنیم. خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه در همین مسئله و بگویم محمد ابن عبدالوهاب و علمای نجد در همین مسئله براءت خود را هزارها بار اعلام کردن، لیکن صوفی‌های قبوری باور نکرد. ما به شما این مرجئه ها اعلام میکنیم که والله بالله تالله الله شاهد است، تمام موحدین شاهد است، منهجمون شاهد است، انا همین توجیکایی که درسای گوش میکنن شاهد است، انصافدارا شاهدند که میگوییم که ما مردم را عموم تکفیر نمیکنیم. ما میگوییم به ظاهر انسان حکم میکنیم و در این مسئله تسجیل های زیادم کردیم. سخن عمر رضی الله عنه سلف این امت را آوردیم، صحابه را که ما به ظاهر حکم میکنیم. من اظهر لنا الاسلام حکمناه. هر کسی که به ما اسلام را ظاهر کرد چی میکنیم؟ حکم به اسلامش میکنیم. چخیلی که عمر رضی الله عنه گفته است و من اظهر لنا الکفر، هر کسی که به ما کفر را ظاهر کرد حکم کفرش رو میکنیم. هر کسی که به ما شرک اکبر و کفر اکبر رو نشون داد و ما به چشممون دیدیم، عمیق فهمیدیم، اینا مشرک میگیم. اما یک آدمی که ما به چشممون کفر و شرکش رو ندیدیم، ما او را کافر نمیگوییم. اگر نماز خونیش ببینیم ما مسلمان میگیم. اگر علامت اسلام ها رو دیدگی باشیم البته که مسلمان میگیم. علامت هم البته که فرق دارد. در باب علامت این مسئله دیگر است، لیکن بالعموم ما یک جماعتی که در مسجد نماز خونده ایستادند رفته همه این کافر است نمیگیم. نعوذ بالله، این تهمت است. آدم‌هایی که مسلمان خودش نمیگن تکفیر نمیکنیم. اما وقتی که یک دیدیم که در نزد روبروی چشمم قبر رو عبادت میکند یا میگوید که عبادت کردن جایز است، میگه واجب است به من که تکفیر بکنم، برای نکنم خودم مشرک میشم. و این منهج سلف این امت است. اما کسی که شاید مشرک باشد، شاید مرتد باشد، شاید قبوری باشد، من همین رو نبینم، فقط اسلامش رو بینم، من مسلمان حکمیش میگم. در مسئله سلام و علیک و تبسم و حق مسلمانش به جا میارم. شاید در پنهانی و مشرک است اما من ندیدم. این سخن عمر ابن الخطاب است که ما حالا به شما بیان کردیم. زیرا که عمر ابن الخطاب میگن تا روزی که پیامبر زنده بودند الله به واسطه پیامبر به ما میرسون که این کافر است، این مسلمان است. اما وقتی که پیامبر وفات کردن ما به ظاهر این سو میگیریم. اما بالعموم تکفیر کردن بار دیگر میگیم این صفت خوارج است. تسلسل در تکفیر این صفت خوارج است. اما تکفیر اهل سنت و جماعت
مشرک رو مشرک گفتن و عذر المشرک این البته که وجود دارد. ما تکفیر سوم رو که اینجا کسی به تو خبر داده است ما نمیگوییم، بلکه تکفیر سوم که بعضی انسان ها تهمت میزنند این به دوم وابسته دارد که تکفیر سوم دوم میشود، لیکن بالعموم تسلسل در تکفیر صفت خوارجو است. در شبهه تکفیر کردن صفت خوارجو است. این تهمت ها رو پیش از این که ببندی چرا به ما تماس نمیگیری؟ چرا ناانصافی میکنی؟ انا این است سخن ما و جواب ما به شبهات و این سخنهای جاهلانه و به علمانه. و سلیمان العلوان یک سخن عجیب میگن که مرجعه ها وقتی که در حجت آوردن شکست میخورند یک و یک باره به تهمت کردن و به سخنهای باطل و به گفته های کسا میروند. انا همین چیز رو ما از مبشر دیده شدیم و این دلالت میکند که منهج باطل است و منهج باطل رو دفاع دارد میکند. و البته در سخنهایش میگوید که در مسئله البته تکفیر باز مسائلی بینات خطاگی زیاد دارد. سبحان الله مرادهای ما بینات زیاد میشود والله اعلم. در مسئله شرط یکی از تکفیر میگه قصد کفر کردن و خطا میگه این جهل است و حق تکفیر فقط علما دارند و مفتی دارد و پیش از تکفیر کردن یک جاهل باید به همون آدم جاهل کی حجت رساند؟ مفتی، و بعد از حجت اهل علم مفتی رسانیدنش و تکفیر رو هم آدم مفتی میکند. و این موضوع ها است که تکفیر حقیقی است. فهم حجت یک مسئله، قصد کفر این شرط تکفیر نیست و خطا این همیشه جهل خطا گفتنش این باطل است. اگر حاضر ما به این صحبتمون ادامه بدهیم والله علم باز صحبت ما از 50 دقیقه و 70 دقیقه زیاد میشد. از همین جد این مسئله حجت و غیره رو یک رد دیگر قسم ششم به میگذاریم. والله اعلم. بارک الله فیکم برادران و خواهران عزیز. با همین صحبت رو و این رد قسم پنجم رو به آخر میرسونم.